برادر افندی، تو مردم را با دروغ میخندانی. از پیامبر خدا به تو یک پیام دارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند ویل است برای کسی که با دروغ گفتن دیگران را میخنداند. ویل است برای او، ویل است برای او. پیامبر خدا 3 بار برای چنین نفران ویل گفتند. ویل یک وادی در جهنم است که سخت‌ترین عذاب در آنجا می شود. برادر گرامی، کارهایی که در پبلیک انجام می دهی هیچ معنایی ندارد. تو خودت را مسلمان می حسابی. آیا برای مرد مسلمان درست است که با زنهای نامحرم در ملأ عام خودنمایی کند؟ تو را به خدا قسم، آیا همین رفتار را میخواهی یک مرد بیگانه با همسر و خواهرت انجام دهد؟ هرگز نمیخواهی. اما خودت با زنان نامحرم در پبلیک برآمد میکنی. این کاری که شما انجام میدهید پهن کردن فحشا و بی‌حیایی در جامعه میباشد. مردم را با دروغ گفتن میخندانی. این بسیار کار زشت است که الله از کاری که تو میکنی ناراض میشود. به خود بیا، کاری نکن که روز جزا درد سرت شود.